Dom, cars don't fly! Cars don't fly! Oh, shit! مأموریت غیرممکن، سریع و خشن 7، پادشاهان کاغذی و کلی فیلم های بالیوودی و هر ساله بیشتر از 30 تا فیلم و سریال بین المللی توی دبی فیلم برداری میشن. ولی چرا؟ این اتفاقیه یا برنامه‌ریزی شده است؟ من علی کنعانی به شما میگم که اصلا تصادفی نیست و دقیقاً برنامه‌ریزی شده است و حتی کمیسیون فیلم و تلویزیون دبی پشت تمام این برنامه هاست. ولی چرا؟ این کمیسیون آگاهانه داره از یه اثر روانشناسی به نام اثر اکسپوژر به نفع برند لوکیشن دبی استفاده میکنه. چطور؟ اثر اکسپوژر یه مفهوم روانشناختیه که میگه تکرار دیدن یه مکان یا یه محصول میتونه حس نزدیکی، راحتی و در نهایت علاقه رو توی بیننده ها به اون مکان یا محصول ایجاد بکنه. اونا با هوشمندی دارن دبی رو به عنوان یه برند لوکس، مدرن و جذاب توی ذهن میلیون ها بیننده توی سراسر جهان حک میکنن. چند جای دیگه هم دارن از این تکنیک استفاده میکنن. میتونی اسمشون رو ببری؟ حالا سوال باهوشا، توی هر کسب و کاری میشه از اثر اکسپوژر استفاده کرد؟ قطعاً بله. راه و روش داره. کامنت کن اکسپوژر تا این وایس رو مستقیم برات ارسال کن. همین الان هایلایت مغز پیجم رو ببین. هم سیو کن، هم بفرست برای اونایی که خیلی دبی رو دوست دارن.